زندگی پل است، بر آن قدم بگذارید ولی روی آن ساختمانی بنا نکنید. چه پند تحسین برانگیزی! معنای آن چیست؟ یک معنایش این است که روی این کره خاکی چیزی به نام ایمنی وجود ندارد و جستجوی آن بیهوده است. معنای دیگرش این است که انسان خردمند باید آنچه را آلن واتس به حق منطق ناامنی می‌خواند نصب العین خود قرار دهد و جریان زندگی را همانطور که قانون جاذبه زمین را قبول دارد بپذیرد. من این کتاب واسه این متن گرفتم. خب پکو هیچ کتابی واسه متن پشتش چه پند ارزشمندی واقعا. الان دیگه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. ساعت هنوز 11:30 و حوصله‌ام سر رفته. برم ببینم چه شکلی میتونم خودم سرگرم کنم. هیچی، نهارم برداشتم، با این فیلم جدید نشستم خوردم. بعدشم رفتم کلاس. اینجا دارم به خودم افتخار میکنم که این سر شهر رفتم اون سر شهر کلاس. مثلا نیم ساعت. نمیدونم جدیدن بعد 600 ساعت با لباسای بیرونم تو خونه بگردم تا رضایت بدم که لباس خونگی بپوشم. دیگه برای خودم شام درست کردم، وارد غار تنهاییم شدم و ادامه همون فیلم ظهریه رو دیدم.